یک کمیسیونی تحقیقاتی سازمان ملل متحد به این خلاصه آمد که اسرائیل در غزه دست به نسل کشی زده است و مقامات بلندپایه اسرائیل از جمله نخست وزیر بنیامین نتانیاهو این عملها را تحریک دادند. آژانسی ریترز روز 16 سپتامبر نوشت کمیسیون مقیاس کشتارها، مسدود کردن یاریها، اخراج مجبوری و خراب کردن بیمارخانه تبابت بیزوریاتی را چون نمونه اتهام نسل کشی مثال آورده موقع گروه‌های حامی حقوق را برای تقویت گفته‌هایش نشر کرده است. نوی پیلای رئیس کمیسیون تحقیقات اوید به منطقه اشغالی فلسطین و هم سابق دادرس دادگاه بین‌المللی جنایت‌ها گفت در غزه نسل کشی جریان دارد. ما حالا به فلسطین نرفته ایم ولی خواهیم رفت. زیرا کمیسیون ما دائمی است. ما 3 نفر را مسئول این عمل می شماریم. یکی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، دومی پرزیدنت اسرائیل اسحاق هرزوگ و سومی وزیر سابق مدافعه. به فکر ما از آنجایی که آنها از نام دولت عمل کردند، ما دولت را مسئول نامیدیم. سفیر اسرائیل در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو دانیل میرون گزارش را جنجال برانگیز و ساخته‌کاری شده نامیده گفت که مؤلفان آن افراد مورد اعتماد حماس می باشند. حماس را ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می نامند. میرون به خبرنگاران گفت اسرائیل اظهارات تهمت‌آمیز کمیسیون تفتیشاتی را قاطعانه رد می‌کند. آن یک اندیشه بدخواهانه نسل کشی را پهن می‌کند. این گزارش با رسالت کمیسیون در اختلاف است که بار دیگر به تحلیل‌های غرضناک آن تاکید می‌کند. تحلیل از 72 صحیفه عبارت است و تا حال از سخت‌ترین انتقادها در سطح سازمان ملل متحد دانسته می شود، ولی این کمیسیون مقام مستقل را دارد و نمی تواند به طور رسمی سازمان ملل متحد را معرفی کند. خود سازمان ملل تا حال از اصطلاح نسل کشی استفاده نکرده است و به همین خاطر هم تحت فشار افزاینده قرار دارد. این در حالی است که بحث اسرائیل در دادگاه بین‌المللی عدلیه در گاگ در رابطه با پرونده وابسته به نسل کشی ادامه دارد. اسرائیل همه گونه اتهام‌ها را در این زمینه رد کرده به حقوقش برای حمایت از خود در پی حمله 7 اکتبر سال 2023 تاکید می‌کند. در آن روز به اطلاع اسرائیل در نتیجه حمله گروه حماس 1200 نفر کشته و 251 کس گروگان گرفته شد. در پی جنگ که در غزه بعد این سر زد به اطلاع وزارت بهداشت منطقه 64,000 نفر کشته شد و قسمی از ساکنانش از گرسنگی شدید اذیت می شوند. اعلامیه سال 1948 سازمان ملل متحد آید به نسل کشی که در رابطه با کشتار یهودی ها از جانب رژیم نازی های آلمان در جنگ دوم جهان قبول شد، نسل کشی را چون جنایت با مقصد قسما یا پوره خراب کردن یک ملت، قوم، گروهی نژادی یا دینی ارزیابی می کند. برای اعتراف اینکه نسل کشی صادر شده است، وجود یکی از این عملها کافی می باشد.